از آب نانی خانم شکرانه میکنم، از طفلکانی لانم شکرانه میکنم. فرزندی پدر، فرزندی پدر، بر خانه من درایی فرزندی پدر. باور کنید همونجا از که خیلی شدم که همین خیال کردم که حاضر می افتم. درود دوستان عزتمند، هنگامی که ما با اهل خانواده با نزدیکانمان سر جمع میشنیم، یکی از نزدیکان من یک کلمه خیلی زیبا دارند. میگویند که با فرزندان پدرم همراه نشستیم و برابر شنیدن همین عباره من در اون محیط نیرومندی را احساس میکنم. من احساس میکنم که من تنها نیستم و من احساس میکنم که من در هر حالت زندگی نفرانی را دارم که مرا دستگیری میکنن، نفرانی را دارم که حرف دل مرا گوش میکنن و من نفرانی را دارم که از هر حالت زندگی و از هر مشکلی مرا میبرارن. و واقعا هم فرزندی پدر این تنها یک عباره ساده و عادی نیست، این فراتر از آن است که ما تصورش میکنیم. یعنی فرزندی پدر کسی که بعد از پدر و مادر برای ما از همه شخصانی نزدیکتر هستند، نفرانی هستند که هیچگاه به ما بدی نمیخواهند و ما هر لحظه به آنها نیاز داریم. و دوستان عزتمند، ما نیز این برنامه یکی از شخصیت‌های را دعوت کردیم که اون شخصیت را در جمهوری همه میشناسند، اویلهشون را میشناسند، هنرمندانی خیلی خوب هستند، صدای خوب دارند و یک اویله خوب هستند، برادرانی معروف هستند. هنرپیشه شایسته تاجیکستان قابل جان ظریپوف، خوش آمدید استاد عزیز به برنامه حرف دل. سلامت باشید. اولا بسیار تشکر میگم که مرا به برنامه حرف دل دعوت کردید. تلویزیونی سفینه بسیار اقدام خوب گرفته است که گرچنده که ما در بعضی برنامه ها در باره حیات فعالیت ایجادی هم میزنیم و امروز دعوت کردید که همین درد دل گوییم از فرزندان پدر. از فرزندان پدر. بله. بیاد از این شروع کنیم استاد. در اویله چند نفر هستید؟ ما میدونیم که هنرمند هستید، گفتیم که یک چند نفری شما رو همه میشناسید. خوب گفتید. ما 5 پسر و یک دختر، یک خواهر که یکی یگانه. درباره برادران اگر به زبان آریم اسمشان را؟ اسمشان کلاننگی میرزا قاسم، هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان خرسند مراد ظریف، دختر مراد ظریف، بنده قابل جان، ناظم جان. برادری کلاننگی و برادری خردنگی در دیهات هستند. کلاننگی در خاندانی پدر، از پدر میره. خواهرکم یکی یگانه نصیب ببینید که یک تک با در سمرقند و شوهر و خدور یک خیش ما بود. پدر و مادر تقدیر نصیبین چندین سالا می شود که در سمرقند در ازبکستان است. استاد میگویند که وقتی که دختر به شوهر میبراید یک کمی از محیط اویله دور میشود. خواهرتان همین طور شد یا که در تماس هستید؟ دور شد. دور به اون معنی که شد که دوره شوروی بود. دوره شوروی بود، چون استقلالت ازبکستان استقلالت که به دست آورد، همین خطی از ما کمتر دور شد. اون وقتا نخبا نبودن، سرحدا محکم بودن. خودی من برای همه خواهرک عزیزم بسیار عذابایم کشید. 3-4 پاسپورت هم کردم. هر سری 5 سال. با خاطر که به نزدشون رفتم. به نزدشون هر چه و یک بیاید. اون وقتا شرایط نبود. خیلی گفتم که سرحدا محکم بود. علم آورش این بود که سال 2004 وقتی که مادرم از دنیا گذشتن، یکی یگانه بود.
نه روی گرمی مادر دید نه روی خنوکی مادر دید. من صدها شکرانه میکنم شب و روز در حق پیشوای ملتمان، پرزیدنت محترممان امام علی رحمان و پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف که 27 سال پس سرحد گشاده شد، بر راه وی برای ما گشاده شد و بعد آمد و رفت میکنه و ما رفته میبینیم. شرایط ها خب نبود که رفته بینیم. انمی علاوهش تا همین روزه من دیگه برادرم نمیدونم که برای من شب روز همین رنگ زخم بارد در دلی من شکرانه که همین جناب عالی بدون هستند و من امروز نخبا گشاده شدی نبینید رفته آمد شد. همینش هم به شکر. حالا رفت آمد هست منکم ما عائله ما همه هنرمند هستند. کلاننگی آمدن موزیکان اشکالی همون دوره پیش خوندن. ثانی برادرم خرسان مراد اون که آمدن 5 سال دانشگاه هنرهای زیبا که امروز دانشگاه فرهنگ و صنعت به نام استاد میرزا تسونزاده همونجا تمام کرد. اون که آمدن خوندن. برادرم تخت مراد آمد. بعد من آمدم ما همه خلکی 3 کس در همین پایتخت عزیز ما موندیم. اینا 2 کس کلاننگی خوردنگی در قشلاق همونجا هم در خدمت مردم هستن. رفت اومد با هم چگونه؟ زیرا که ما بسیار حالت ها از آن منالیم که وقت نداریم، کار زیاد است، اما وقت برای واخوری به هم و خانه همدیگر میروید. زیرا من یک ترانه شما رو میدونم که نمیدونم به خاطر چی. همینم منم دیدم. خیلی همه چیز هست. مهر و محبت من نمیدونم کم است. کم شد. نمیدونم برای چی. برای همینم بینه که جناب عالی پرزیدنت محترم ما پیشوای ملت همینم در پیامشون گفتن. همینم گفتن که آن دارویی که دختر میگذراند یکی مهر و محبت فرزند و پدری دیگه. همه رفت و آمد، اگر رفت و آمد زیاد شود همه دردی که در خداوند دردی که در شما میتد همه رفت و آمد هویت دوام میبخشد. همین بینه که در همون برآمدهاشون هم همینه برای مردم پیشکش کرده. گفتن که از حال برادری خبر گیرید، از حال خواهرها خبر گیرید. بعد ثانی من یک روز اتاق کاری یک برادر همکسبمان جمعه خان اسماعیلوف همونجا دروندم که کتابی محزون ایستاده است. ورق زدم بود. همین دیدم که یک ورق زدم که همین شعر بر اومد. برادر خانه بیا. همین شعر بر اومد. ثانی نوشته گرفتم اومدم خیال کردم که همین درد دل منه. پدر کجای فرزندی پدر، بیگانه نما چرای فرزندی پدر. آخر چه شود که گه از سری مه بر خانه من درای فرزندی پدر. بر خانه من درای فرزندی پدر. فرزندی پدر بر خانه من درای فرزندی پدر. بر خانه من درای فرزندی پدر. خیلی زیبا و یک تصویر زیبا هم می شود وقتی که همه فرزندان پدر سر یک خان باشند. 2 روز پیش یک جا یک برنامه کنسرتی بود. همونجا واردی همون بزمات در آمدنی شدم که شد زنگ تلفنی شد. بینم که کلاننگی برادر ما 3 روز در برنیسه خواب در بیمارخانه است. ثانی بینم فرزند زنگ زد که امروز دادم آگم حکیم من کلاننگی جراحی میکنن. گفت باور کنید همونجا هست که خیلی شدم که همین خیال کردم که حاضر میافتم. رفتم که اون شما فرزند پدر رو دیدید؟ خواطر نشم من نغز شما نغز میخوایی گفتم با نغز گفتن بعد دل آرام شد تحسین یافت. همه شکرانه میکنم که شب و روز که هستن. مرکاش دراز کند.
همه وقت همین در پهلوی ما باشند. بزرگی فرزند پدر بینید که سال 1983 آمدم به پایتخت عزیزمان دوشنبه سال 1983. همونجا هم یکم آوردم برادرم خرسند مراد در آوردن، یکم اختصاص سپاردم با وی 5 گرفتم. هیچ از خاطرم نمیرد. برمودم فرزند پدر بزرگش میریدم، برمودم از همون لیسنس ها پریده با آغوش گرفتید؟ من 5 که گرفتم دیگه روش خیلی بهای خوب میشد گفته با آغوش گرفتم. بزرگی فرزند پدر. استاد گفتید که همه برادران از فرهنگ آگاه، از همه هنرمند هستید. تاثیر موسیقی از کجا بود استاد؟ اکنون دهه ما دهه که بسیار چخل گویم از اون دهه هنرمند اتحاد شوروی استاد جوروبک مرادوف. بعد میگفتن که همین مادر که هم کم کم زمزمه میکردن در همون درها. بعد بیبی هم خداوندی بیبی مادریم هم آواز خوب داشتگی. بعد اونجا چخل گویم ولی یک یعنی میراث از طرف مادرم هست. از طرف مادر شود یک برده دهه من نشون میدم، یا دهه بسیار زیبا کوهرود است و طرف کوه موبایل رود میفراد. ممکن همین دههای کوهستانی من اینقدر زیبا هستند. زیبا هستند. بله. باور کنید همه جای زیبا. این تاجیکستان بهشتی روی دنیا است. از پدر و مادر من بر وقت پدرکم برور ما پدرت گفتن. چند سال داشته دوستان؟ 52 ساله بودن. من صنف 6 میخوندم. خیلی این همینم بینید که همه وقت نقد نبود. این برادرم برادر خردنگی خرسند مراد در دانشگاه که میخوندن عقبه که محکم شد پدرم ندید. پدرم بیمار بودن نتونست رود. بله. همینم فرزند اینم یک داغ در دلکش موندگی است که من روحی پدر رو ندیدم. استاد در مورد دوره بزرگسالی گفتیم، دوره پیری، شما چند مرحله حیات رو دیدید و در هر جا بودید؟ مثلا دوره کودکی در دهه بود، از دوره جوانی آمدید به پایتخت و امروز با همراهی فرزندان پدر چند مرحله عمر رو سپری کردید و طبیعی است که فکر و عقیده ما در هر مرحله حیات تغییر می‌یابد. وقتی که سن و سال ما به جای میرسد بسیارتر انسان ها از چی اندیشه میکنند و از چی پشیمان میشوند؟ ما 3 کس که در همینجا هستیم، خرسند مراد، دختر مراد، بنده قابل جان، هر سر میخیزم میگویم که شکرانه میکنم که باز صحت سلامت خیستم. بله. خیلی برادرم در فیلارمون دولت جمهوری تونس همراه کار میکنیم. هر روز قریب که میبینم، هر روز همدیگر رو میبینیم. هر روز همدیگر رو میبینیم. از این اتاق به این اتاق میریم، همه رفته سلام میکنم. این یک همون سلامش یک کوه بارین. کوه بارین. خب هم که باید خانهش کنید در 9 کیلومتر خط تلفنی زنگ صحبت میکنیم. با خواهرتان چی؟ خواهر که من خط تلفنی که حاضر با شبکه‌های اجتماعی هست. گام میزنیم. وقتی که گام میزند با همون درب من یک دلی دارم که در مابین همین و ما اویلمون نمیدونم. من خودم در نظر دارم همین یک کس که یک چیزی کشید آب دیدیم من علیکای میریزد. ممکن با هوای من تسکین مییابم، دلی من تسکین مییابد. میگن که مرد گیره کند دلش سبوک میشود. میگن باز بسیار مردان خودداری میکنن. خودداری نه که من نتونستم. من وقتی که اویلم بیمار شد باور کنید همین یک کس میپرسید در من گیره میکردم. کارگرم همین همکارم هم کسبم. امروز خدا بشکر عائله خوب دارم، زندگیم خوب است، شکرانه میکنم در تاجیکستان هستم. من همین شکرانه میکنم که هستن، هر سر میخیزم هستن. فرزندکم کامل جان گرچنده که دانشگاه تکنیکی تمام کرد، سرود هم میخواند، کسب من دوام داد. تمامی سرودهای من حاضر زمان کرده پیشکشی مردم میگرداند. و هم رنگ چی بگم باید برای من فرزند، هم فرزند، هم دوست، هم برادر. روزی دیلتان رو میگوید بفرض؟ البته همین یگون چی شود من میفهمم که من میفهمد من میرود و هوی هم میگود داده جان این کار خطا، این کار خوب است، باید این خیل میکنی. میگود
چون که حاضر زمان پیش رفت داده. بله. چی نباشد ما همه قیم باشد شوروی دیدیم حاضر زمان پیش رفت داده. برای همین جوانان نظری دیگر دارند. انا اینه بینید که منم به چخیل که یک خواهر داشتم، همین خداوند منم به یک دخترچه داد کیمیا بانو. خدا بشکر به شوهر برآوردم. همین سیمش مونده که خوشدل جان. خدا بشکر خوبم. میخوام که از همین من یگان کس نرنجد. بله. باور کنید میخوام همه اتفاق باشیم. اتفاق باشیم. انا میخوام. بله. در این بانو. استاد برای اونی که فرزندان با هم اتفاق باشند، دوست باشند، چون در همان سرودتان میگوید که اثر مهر به خانه من بیاد. این مهر هست. فقط بعضا حالتان را سرکوب میکنیم یا توجه نمیکنیم. همین با وقت یک دیگر نافهمی میشد برای همین ها به خانه من بیاد و یک اومدین اونا باز دل تسکین بیابد. چی باید کرد که فرزندان با هم زیاد رفاقت کنند و مهرشان را به همدیگر اظهار نمایند، بگویند که برادر من تو را دوست می‌دارم، من به تو همیشه احتیاج دارم. چگونه باید فرزندان را همین گونه تربیت کرد که به همدیگر بین عائله میبود، بین عائله میبود یک دیگر فهمی باشد. همین یک دیگر فهمی که شد، عائله که خوب شد، تینجو امانی که شد، مهر و محبت هم پیدا می شود. بله. ما حاضر همینه گفتیم که خدا بشکر که تاجیکستان تینجو امانی است. زندگی آبی روان، نیم تنان راحتی جان، عمری آدم گذران، نیم تنان راحتی جان، وطن هم تینجو امان، نیم تنان راحتی جان. یعنی شکرانی وطن کردن در کار، شکرانی تینجو امانی کردن در کار. یعنی یک دیگر فهمی که شد، تینجو امانی باز پیش می رود. یعنی یک دیگر فهمی که شد، اون عائله خوب می شود. خب استاد، برای یک انسان، برای یک انسانی کامل رسالتش در دنیا چیست؟ از چی عبارت است؟ یک انسانی کامل در این دنیا باید چیکار کند که از اون نامی نیک بماند، فرزندانی خوب بمانند؟ یک جای آباد کردن، یک جای وطن هم باید آباد کنید. وطن دوست دارید، این وطنی بیشتیه. وای شب و روز شکرانه میکنم که پهلو هم گردم، شکرانه میکنم که اینخی وطنی بهشتی دارم. بله. وطن دوست داشتن در کار. به یک نیازمند یاری رسوندن در کار. شکرانه میکنم که همین کسبم به من، کسبم که دوست داشتم، همین کسب به من هم نام داد، هم نان داد. شکرانه دعای پدرای میکنم. از پدرکم، پدر بسیار مویه بر محل پدرود گفتن، از بر محل پدرود گفته که چون صنف 6 من میخوندم. بله. یعنی من روح آوردم از همان سال 1980 درمون، وقتی که گفتم که معلم من گرفته گردیم بازمان میگردون، من همونجا هم اول سرود پدر و مادر میخوندم. ثانی من روح آوردم به سرودهای نصیحتی. روز تا روز میبود من درباره پدر و مادر، درباره این وطن بیشتی باز خدمت میکنم، باز میگویم که اصلا همین مهری فرزند و پدری گم نشود. بله استاد، در مورد فرزندی پدر گفتیم، حرف دل شما با فرزندان پدر و اونهایی که با همدیگر کم رفت و آمد میکنند چیست و باید چیکار کرد؟ بله. فرزندی پدر میوه نایافتنی. شکرانه میکنم که همین هستن. از آب نانی خانم شکرانه میکنم، از طفلکانی لانم شکرانه میکنم. یاران طلب نکردم سیم و زری جهان، با شعر جاویدانم شکرانه میکنم. من ریزچین خیرمنی شعری ترانم، بر ریزه های دانم شکرانه میکنم. امروز روزی وحدتی مردانی ملتم، با مردمی شادانم شکرانه میکنم.
با فرزندای پدر جونم شکرانه می کنم. تشکری زیاد استادی عزیز. سلامت باشید، زنده باشید. و دوستان عزیزمند، ما نیز با همین ترانه زیبا برنامه امروزه حرف دل را جمع بست میکنیم و ما سرجمی و اتحادی همیشگی در خاندان شما را تمنا داریم و خواهش ما این است که بگذار که هیچگاه غم به مرز زندگی شما راه نیابد. خیر عزیزان.